قشنگم. سمیه اومده با یه سری ویدیوهای خفن. اون لایکو بزن تا بریم 2 نفری نگاه کنیم ببینیم چه خبره. حاضری؟ برو بریم. 700 1 و 500. این الان قیمت های فروشش رو گذاشته بود. قیمت چی رو گذاشته بود؟ اونا قنبل کرده بودن. اینا میگه 800 900 1 تومن. قیمت شبانه‌ش رو گذاشته بودم چون قنبل کرده بودن داگیر. ظلم شاخارت غمی مگه سن و سال به نشون دادن بالا تنه ربط پیدا میکنه؟ یعنی بالا تنت بزرگتر باشه سنت هم بیشتره؟ نه بابا، پاشو بچه خودتو جمع کن. این کار دست خودت میدی ها؟ آره. میگم دوستان عزیزی که تو رابطه اید کات کنید، بذارید دست به چرخ نوبت ما هم بشه. بابا راستم میگه. دوستای عزیز یک کم کات کنید، بخواید دست به دست به چرخ. این بنده خدا خیلی نیاز داره ها. حتما باید بیاد به زور از شما بگیره. حرفشو راحت و منطقه به شما زد. ما دیگه اینو ندیده بودیم که بره مسابقه زبون زدن. تو غلط میکنی که به اون چیز فکر میکنی. بی تربیت. خودتو جمع کن. مگه همه اینه تو هن؟ بی یه داف آوردم. به به به، چه عجب هیکلی داره ها. خوشتون اومد؟ آوردم یکم لذت ببری. دلم یعنی تو انقدر عقلت کم بوده که نمیدونستی که دامن پاد میکنی، شلوارک زیرش نمیپوشی، سر تکون خودت دامنه میفته پایین، همه چیزا دیده میشه. یا از دست این کار کردی ها؟ اینو به ما توضیح بده. لباس قرمز خیلی بهش میومد. آره توجه کردید به لباسش؟ اینا الان دقیقاً برای چی دراز کشیدن، زبوناشون هم در آوردن؟ بعد میخواستن چی کار کنن؟ وا ملت کلا رد دادن. بابا چه وضعشه؟ الله الله. تیرت به هدف نخورد، خطا رفت دیگه. تو باشی از این غلطا بکنی. چه بودو رفت عکس بگیره، بعد لنگای خودش رو گرفته دوربین برعکس بوده. میگم ها قبل از عروسی اومدی کرم خودتم ریختی. برای آخرین بار کرم خودم ریختم. درن 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 درن. قبلا مادر زنا خیلی هرج و غربت داشتن. بابا الان شده مادر زن نون زیر کباب.
اون عروس دختر بیچاره باید همش مواظب مامانش باشه. اون چه وضعی بود خب. ای بابا میگفتن مامانو ببین دختر بگیر، الان میگن دختره ببین مامانو بگیر. من عاشق اوناییم که زندگی رو رنگی میبینم. من تا اومدم زندگی رو رنگی ببینم یه چیز افتاد بیرون. اون زندگی بود رنگی بود یا اصلا یه بار دیگه خودتون ببینید چی بود افتاد بیرون ازش. عجب مادیونی براتون آوردم ها. دیدید اصلا استایل این بود. آره خب پیرمردای حولم توی جنگل دراز کشیدن که ببینن این خانم کی میره هواخوری. تو هواخوری خودت رفته یا هواخوری پایین تنت رفته؟ اینو مشخص کن بابا. پیرمردا دل دارن. قد رعنا داری تو، یه باسن زیبا داری تو، عجب غیر تو کمرش بود باد. همشون هم یک دست کرده بودن ها. آره قشنگ بودن. خیلی خوشگله، اما ما یه دونه خوشگل ترش رو موجود کردیم. ولی این جدیده خیلی خوشگل تر. عزیزم همه از دنیا عقبن ولی خودت از عقب یه دنیایی. اون خط وسط هم حسرت بیشتر جووناست. بابا جمع کن خودتو بابا. چه وضعیه؟ هر کی برای خودش اومده یه جور داره تبلیغ میکنه. بس من که هرچی نگاه کردم چیزی ندیدم. شما دیدید؟ یا شما مین من ندیدید؟ اصلا چه دنبال اون قضیه میگشتیم؟ شنا کردنشو ببین. فقط کامیون رو ندیده بودیم تحریک بشه که کامیون هم دیدیم. بابا فکرتون منفی نشه. اون میلنگیشه در اومده چیشه در اومده. حالا هرچی باشه ذهنتون خیلی منحرف بود ها. اگه یه هفته قرار باشه مهمون من باشی اولین چیزی که با خودت میاری چیه؟ ما که اصلا دوست نداریم بیایم اونجا. آره ولی دوستمون خیلی مشتاقه. 2 تا ظرفم با خودش آورده. ببینیم چه ظرفاییه. نو دیدی چه ظرفایی رو برات آوردن؟ اومدن شیرتو بدوشن. یعنی من عاشق سورپرایزاتم. اینه؟ وای احمق سورپرایز نقاشی بود. این نقاشه. مرده داشت از خوشحالی بال در می آورد. فکر میکرد این کادوی برای این آورده که اینم تونتون ماچش کنه از قافله عقب نمونه. بابا 2 دقیقه خودتو کنترل کن بابا. نقاشیه. نقاشی مال تو بود نه دختره. فرت ماچش میکنی. امیرعلی چیکار میکنی؟ سینگلی بهت فشار آورد. نه دیگه با مانکن اینقدر رود فشار اومده که تو بری با مانکن این حرکت رو انجام بدی. خجالتم خوب چیزیه بابا. یه ویدیو خوشگل برام درست کن. میخوام بفرستمش واسه عموها. من هیچ کار زیبایی انجام ندادم. نچرال این اولین عملم منه که شوهرم اصلا نمیذاره. میگم این نچرال نمیگه. حتما والله هشتاد. یه دختر 3 ساله دارم. مامان کوچولو شما اصلا توجه کردید؟ این دختره احمق اینجاش فوش داده بود به باباش. اصلا توجه کردید؟ به کجاش داشتید نگاه میکردید ها؟ خب جلسه اول کلی بهت خوش گذشت. نه ترس
خیلی همون دوتا حرکتی که زدی رو گردن و کمرم اولش خدایش ترسیده بودم ولی بعدش انقدر ریلکس شدم. میگم آقای دکتر من یه سوال از شما بپرسم، اینا رو قبل از قولون شکوندنشون ترتیبشون رو میدی یا بعد از قولون شکوندنشون ترتیبشون رو میدی؟ آقا اینا همه لباسای سکسی طور میپوشن میان پیش شما، اینو برای ما مشخص. حاجی از من برای تو دوست دختر در نمیاد، تهش از دور نگاه کنی بگی یا ابوالفضل خدا چیا. خب این حرفتو که راست گفتی، از تو دوست دختر در نمیاد. بعد این چی بوده؟ احسن الخالقین روی چی حسابی؟ رو هیکلت، رو قیافت، رو حرف زدنت، رو چه حسابی بگی وای خدایا چی آفریدی؟ خیلیاتون پرسیده بودین وقتی قاشق نیست چجوری هندونه رو نصف کنیم. ببین من اصلا به هیچ چیزی کار ندارم که تو هندونه رو میخوای با چاقو نصف کنی، با دست میخوای نصف کنی یا بزنی زمین. فقط اینو به من بگو خربزه رو چیکار کردی اینجوری سیخ ایستاده؟ همینو به من توضیح بده. خربزه چرا اون مدل ایستاده؟ با پولی که الان توی حسابتون داریم به کجا میتونید سفر کنید؟ با توجه به موجودی جیبم تنها جایی که میتونم برم فقط تو توالت. آی گفتی. من هم میخواستم بگم با توجه به موجودی جیبم فقط بعد برم توالت خونمون که تو حرفشو زودتر گفتی. آره بابا آره. جنن دوری خب والف عافية هسه هذا كله يعني هذه الحفاضات هذا خسرتها قدوته دوري كم يوم بعد اقول كم ساعة بعد العملية ما يصير تقريبا اقل من آی مگه شما مریضید؟ مگه دیوانه؟ چرا اینجوری کردی لیپو؟ یعنی لیپو اینقدر ترسناکه و با کدوم عقلتون این کارا رو انجام میدید؟ خب برو 2 تا اسکات مسکات بزن. بریم با هم ببینیم داخل یه جی واگن 2022 چه شکل. 8 سیلندر 585 اسب بخور. من از اون وقتی فکر کردم منو میخوای ببری کجا؟ جیب منظورت ماشین بود؟ آها. اون بابا لنگ دراز بود، این مامان لنگ درازه. آره دیگه این مسخره بازی هم دارن. خب از دعواتون هم بذارید اونجا قهر میکنید بزن ها. دیگه شما 2 نفر باشید تو استادیوم بخواین از این کارا بکنید. حالا خوب شلواراتون رو در نیاوردید و اینه دیگه آبروریزیتون به حد اعلا میرسید. دیدید که گرفتنتون انداختنتون تو پرده با اون بزرگی. پسر رفت زیر صندلی قایم شد. برنامه‌تون واسه امشب چیه خانم؟ اون از خودته؟ آره. قیمت من بالاستا. قیمت پد چی باشه رو چشمم. بشین بریم. بیا من میرم جا رو اوکی کنم. درو ببند. بودو بیا دیگه لعنتی کلی کار داریم. آماده باش که اومدم. آماده ای؟ تو چی دیگه؟ دیگه از یه غلطه نکنی ها، دنبال اینا هم نمیای. فیلمت توشه. نوش جونت شد. حالا به عوض 20% لذت 80% لذت بردی که دیگه تو از این غلطا نکنی. آره پاشو خودتو جمع کن. آبرود رفت. ساعت چنده؟ ساعت چنده؟ من ندیدم. ها؟
سلام. سلام عزیز دلم، خوبی؟ چه خبر؟ نکرد مخشی بود. مسخره‌های عوضی. فکر کردم سلام علیک کردن اینا با اونجا یارو سلام علیک. دیدم نه مقاس دست بده اونم دست بهش داد.